همه هوش و گوشمان در همین ای. حالا که رابعه زن بود برادر عزیز، زن بود. بین میگفت که اگر به شرطی که آسمان از باریدن من کنه، زمین همه آهن گرده، مردم دنیا همه فرزندای من باشد، من پروایی ندارم. زمانی که خدا در قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند کفیل رزق همه ماست. خودش که خودش کفیل اعلان کرد، من پروا ندارم همه فرزند من که باشین، خودش که کفیل اعلان کرد که رزق شما را میرسون. شیخ سعدی میگه غم روزی مخور مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزید پر کند پیستان مادر را. آن آمدد پیستانا پر شیر منتظر فرزند، همه هوش و گوشمان در همین ای. حالا که رابعه زن بود برادر عزیز، زن بود. بین میگفت که اگر به شرطی که آسمان از باریدن من کنه، زمین همه آهن گرده، مردم دنیا همه فرزندای من باشد، من پروایی ندارم. زمانی که خدا در قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند کفیل رزق همه ماست. خودش که خودش کفیل اعلان کرد، من پروا ندارم همه فرزند من که باشین، خودش که کفیل اعلان کرد که رزق شما را میرسون. شیخ سعدی میگه غم روزی مخور مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزید پر کند پیستان مادر را. آن آمدد پیستانا پر شیر منتظر فرزند، همه هوش و گوشمان در همین ای. حالا که رابعه زن بود برادر عزیز، زن بود. بین میگفت که اگر به شرطی که آسمان از باریدن من کنه، زمین همه آهن گرده، مردم دنیا همه فرزندای من باشد، من پروایی ندارم. زمانی که خدا در قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند کفیل رزق همه ماست. خودش که خودش کفیل اعلان کرد، من پروا ندارم همه فرزند من که باشین، خودش که کفیل اعلان کرد که رزق شما را میرسون. شیخ سعدی میگه غم روزی مخور مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزید پر کند پیستان مادر را. آن آمدد پیستانا پر شیر منتظر فرزند، همه هوش و گوشمان در همین ای. حالا که رابعه زن بود برادر عزیز، زن بود. بین میگفت که اگر به شرطی که آسمان از باریدن من کنه، زمین همه آهن گرده، مردم دنیا همه فرزندای من باشد، من پروایی ندارم. زمانی که خدا در قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند کفیل رزق همه ماست. خودش که خودش کفیل اعلان کرد، من پروا ندارم همه فرزند من که باشین، خودش که کفیل اعلان کرد که رزق شما را میرسون. شیخ سعدی میگه غم روزی مخور مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزید پر کند پیستان مادر را. آن آمدد پیستانا پر شیر منتظر فرزند، همه هوش و گوشمان در همین ای. حالا که رابعه زن بود برادر عزیز، زن بود. بین میگفت که اگر به شرطی که آسمان از باریدن من کنه، زمین همه آهن گرده، مردم دنیا همه فرزندای من باشد، من پروایی ندارم. زمانی که خدا در قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند کفیل رزق همه ماست. خودش که خودش کفیل اعلان کرد، من پروا ندارم همه فرزند من که باشین، خودش که کفیل اعلان کرد که رزق شما را میرسون. شیخ سعدی میگه غم روزی مخور مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزید پر کند پیستان مادر را.
آن آمدد پستانا پر شیر منتظر فرز. همه هوش و گوشمان در همین ای. حالا که رابعه زن بود برادر عزیز، زن بود. بین میگو که اگر به شرطی که آسمان از باریدن من کنه، زمین همه آهن گرده، مردم دنیا همه فرزندای من باشد، من پروای ندارم. زمانی که خدا در قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند کفیل رزق همه ماست. خودش که خودش کفیل اعلان کرد، من پروا ندارم همه فرزند من که باشین، خودش که کفیل اعلان کرد که چه رزق شما را میرسون. شیخ سعدی میگه غم روز